آغاز یک هفته دیگر رو به همه شما بینندگان عزیز شد باش میگویم. امروز 9 مارت و ساعت به وقت پرگ 7 سال فرصت است که من برای شما عزیزان اخبار تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم. برای اون که روزتون رو با رادیو آزادی شروع میکنید البته منتظر هستیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید تمام چاره‌ها را برای معین و دستگیر نمودن افرادی که بنابر پهن کردن اخبار بی اساس وابسته به کرونا ویروس میان مردم تهلکه را به وجود آوردند میاندیشند. روز 4 مارت در پی آوازها در رابطه به احتمال پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان ساکنان در منطقه‌های گوناگون به بازارها ریختند و مواد خوراکباری را به مقدار زیاد خریدند. در پی این نرخ محصولات از جمله آرد در بازارها بالا رفت و تاجران روز 6 مارت گفتند که وضعیت به حالت پیشینه برگشته است. نهادهای دولتی به میان آمدن چنین وضع را کاری بعضی افراد منفعت‌دار نامیدند، اما برخی از آگاهان انگشت اشاره به سوی نهادهای دولتی کردند که با راه‌اندازی چاره‌های پیشگیری از کرونا ویروس کارهای فهماندهی را با شیوه درست به راه نماندند. در همین حال رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی بخشیده به عید مادر که هر سال 8 مارت تجلیل می شود به مسئله ویروسی نوی خطرناک کووید 19 و هنگامه ذخیره آرد و محصولات دیگر خوراکباری در کشور داخل کرد. امام علی رحمان روز 7 مارت در خطاب به ساکنان گفت به جای باور کردن به هر گونه شخصان هنگام طلب و خریداری مقدار زیاد محصولات خوراکی با قاعده‌های بهداشت شخصی، تازگی و آزاده نگاه داشتن منزل زیست، جای کار و محل استقامت خود اعتباری جدی دیدند. پرزیدنت تاجیکستان در ادامه سخنرانیش اطلاع داد که در کشور مرگ طبیعی آدمان در یک سال تقریبا 40-45 هزار نفر و در یک ماه تا 3.5 هزار نفر را تشکیل میکند. مقامات تاجیکستان میگویند تا حال هیچ موردی سرایت یافتن آدمان به کرونا ویروس در کشور ثبت نشده است. آنها میگویند تا این دم 1.5 هزار نفری که از چین و کشورهای دیگر آمده بودند زیر نظر پزشکان قرار گرفتند. حالا بیش از 300 نفر آنها در کرانتین میباشند. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت در دوام 10 روز آینده برای برگزاری گردی همایی در 5 منطقه کشور به مقامات عریضه خواهند سپرد. رحمت الله زویرов روز 6 مارت در بیانیه رسمی در فیسبوک گفت اما پیش از آن باید متصدیان و اشتراکداران و شماره تخمینی آنها وقت و جای برگزاری گردی همایی معین کرده شود. این چیزی است که قانون طلب میکند و در نوبت اول با هدف تامین امنیت شهروندان است، افزود او. رحمت الله زویرов در اظهاراتش گفته از حزب او را به ترسویی متهم نکنند چون به هر گونه شعارها دادن نخواهند شد و علاوه کرده است اگر مقامات به عریضه آنها جواب رد دهند آن وقت دورنما و طرز نوی مبارزه سیاسی را پیش خواهند گرفت، ولی در این باره جزئیات نداده است. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی 1 مارت از روی فهرست حزبی با 5 نامزد اشتراک کرد، ولی به اطلاع مقامات تقریبا 0.5% رای مردم را به دست آورد. نماینده های این حزب از حوزه های یک مانداتی نامزدی خود را پیشبری نکرده بودند. حزب سیاسی تاجیکستان تا زمانی که 105% را نگذارند وارد پارلمان نخواهند شد. ولادیمیر پوتین به دستگاه پرزیدنت روسیه برای از بین بردن RVP و یا اجازتنامه اقامت موقتی در این کشور را دستور داده است. چون این تصمیم در اجلاس روز 6 مارت و به هنگام بررسی برنامه مهاجرتی سالهای 2019 تا 2025 گرفته شده است. تا به حال مهاجران اول اجازتنامه اقامت موقتی را به دست آورده تنها پس از چند سال حق داشتند که برای اقامت دائمی در روسیه حجت سپارند. ولادیمیر پوتین امر داده است تغییرات به قانون را آماده کنند که طبق آن به مهاجرانی که میخواهند در روسیه زندگی کنند یک بار حق دائمی استقامت و بعداً با ترتیب ساده شهروندی روسیه داده شود. امروز در هلند محکمه افراد متهم با سرنگون نمودن پرواز MH17 هواپیمای شرکت هوایی مالایزیا در شرق اوکراین آغاز می‌یابد. 3 شهروند روسیه ایگور گیرکین، سرگئی دوبینسکی، الک پولاتov و یک شهروند اوکراین لئونید خارچنکو با کشتاری 298 سرنشین هواپیما و اعضای اکیپاژ بوئینگ مالایزی در خط سیری آمستردام کوالالامپور در ماه ایول سال 2014 متهم می‌شوند. هواپیما با موشک استیصال روسیه در منطقه زیر نظارت اجرای خواهان رو به مسکو سرنگون شده بود. اگر متهم‌ها به دادگاه حاضر نشوند و وکیل خود را نفرستند محاکمه در غیب آنها شروع می شود. همه متهم‌ها در نهادهای جدای خواهان شرق اوکراین وظیفه مهم نظامی و اکتشافی را اجرا می‌کردند. شهادت‌های زیادی موجود است که نظامیان روسیه هم مستقیما در حمله نقش داشتند، ولی کرمل تقدیم کمک به جدای خواهان را رد می‌کند.
9 март اخبار ضد و نقیض در مسئله دو مراسمی سوگندیادکنی رئیس جمهور در افغانستان نشر شده است. سخنگوی دکتر عبدالله گفت که نام برده مراسم سوگندیادکنی‌اش را به تأخیر می‌گذارد. سخنگوی عبدالله امید میثم گفت پرزیدنت فعلی اشرف غنی هم مراسم سوگندیادکنی‌اش را باید متوقف کند. ولی استودیو اشرف غنی این طلب را رد کرد. شاه حسین مرتضوی عضو استودیو اشرف غنی میگوید مراسم سوگندیادکنی طبق نقشه پیش خواهد رفت. قراری عبدالله به گفته میثم بعد دخالت زلمه خلیلزاد فرستاده خصوصی آمریکا در امور افغانستان گرفته شده است. معلوم نیست که اگر مراسم سوگندیادکنی اشرف غنی طبق نقشه دایر شود عکس العمل عبدالله چه خواهد بود. پیوندان دلیر شریف روزنامه‌نگاری بازداشت شده توجیک با او ملاقات کردند. به گفته آنها ملاقات آخر هفته گذشته در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صورت گرفت. عبدالمنان شریفов پدر دلیر شریفov بعد ملاقات با خبرگزاری آزیا پلوس گفته است پسرم از چیزی شکایت ندارد، وضع سلامتیش خوب است. امید داریم در آینده نزدیک آزاد شده به نزد خانواده برمیگردد. به قول عبدالمنان شریفov خبرنگاری بازداشت شده توجیک حالا به مطالعه مشغول است و به گفته او از اشعار مولوی 500 مصرع از یاد کرده است. دوستان کل تاجیکستان ماه فوریه او را برای نشر 200 مطلب و مقاله که در باور مقامات دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی هستند متهم کرد. این تصمیم مورد انتقاد جامعه ژورنالیستی در داخل و خارج تاجیکستان شد. ماه فوریه دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ بازداشت شریفov را محکوم کرد و از مقامات تاجیک طلب نمود که ژورنالیست را بلافاصله آزاد کنند. دلیر شریفov 31 ساله آخر ماه انور با قرار دادگاه نوع اسماعیل سامانی دوشنبه به مهلت 2 ماه به حبس گرفته شد. حالا تحقیق پرونده‌اش ادامه دارد. روز 9 مارت در پی قطع مذاکرات سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک با روسیه در مسئله کاهش استخراج نفت قرب روبل 5% پایین افتیده به 72 روبل و 72 تن در مقابل $1 برابر شد. همزمان با آن نرخ طلا در بازارهای جهانی 9 مارت 20% زیاد گردید. و بینندگان عزیز، وقتی است که من باید برای شما قرب اسعار خارجی را بگویم و این قرب از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. $1 9 سومانی و 68 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 95 درم ارزش دارد. در تاجیکستان نیز روبل روسی پایین آمده است. برای امروز قرب 1000 روبل روسی 141 سومانی و 30 درم تعیین شده است. سپاس میگم از یک شما عزیزان برای همراهی که در این صبح بر وقت خبر را از رادیو آزادی تماشا کردید. ما شما را در دوام روز با خبرها و گزارش‌های جالب منتظر خواهیم بود. روزتان مبارک باشد.